سلام. امیدوارم که روزگارتون آروم و حال دلتون خوب باشه. برای مدیتیشن اول از همه یه مکان آروم و بدون مزاحمت پیدا کنید و یه زمان مشخص در نظر بگیرید، حتی اگه فقط 5 تا 10 دقیقه باشه. لباس راحتی بپوشید که مانع حرکت شما نباشه. به راحتی بشینید، چه روی صندلی و چه چهارزانو. مهم اینه که بدنتون در وضعیت راحتی باشه. چشماتون رو ببندین و روی تنفس طبیعیتون تمرکز کنید. سعی نکنید اونو تغییر بدید، فقط جریان هوا رو از طریق بینی احساس بکنید. برای تمرکز بیشتر میتونید هر دم و بازدم رو بشمارید. وقتی به 10 رسیدید دوباره از 1 شروع کنید. ذهن شما ممکنه پرت بشه. وقتی متوجه شدید با آرومی توجه خودتون رو به تنفستون برگردونید. این حواس پرتی ها طبیعیه. حالا به جای تنفس سطحی سعی کنید نفس عمیق بکشید به صورتی که شکمتون بالا و پایین بره. حالا با هم مدیتیشن رو تمرین میکنیم. هر کجا که هستی آروم بشین. چشماتو ببند و نفس عمیق بکش. دم. با بازدم تمام بدنتو آروم و ریلکس کن. توجه تو از اتفاقات گذشته و آینده دور کن و در این لحظه باش. تمرکز تو بذار روی نفس و روی بدنت. یه بار دیگه دم و بازدم آروم و طولانی. پیشونی آروم، چشم آروم، فکتو آروم کن، زبون ریلکس. آب دهنتو قورت بده، گلو آروم. شونه‌هاتو شلو ریلکس کن.